ایو افغان چک ایو کسکش چک. ای تو بهتره بگی ناموسم رو اصلا گوگوی چک. 2 هفته شد عزیزم از تو خبر ندارم، ببخش مرا عزیزم با کار عشق سادم با پیران خالدار. رفتی که بیای رفتی که بیای رفتی که بیای با جان یارکم پیران خالدار. چک دارم کنگی سرش عاشق شدم میرم طلبدار، سرش عاشق شدم پیسه ندارم، بدرش میگیرد داماد پولدار. زندگی چیست خونه دل خوردن، زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. که عاشق میشوی آزادشی دوزخ مدرس، ما که عاشق میشدم دوزخ گلستان. خداوند بزرگ تو چیز بر ما بده که روز بخورم مگم پولم سرش مصرف نشه. خدا جگر خون نگی دو روزک از زندگی، خدا جگر خون نگی دو روزک از زندگی. دنیا تیر است رای نزن ای بابا رای نزن. جانم اگر من بمرم تو دیگه آرسی میکنی؟ نه دیوانه، من کت خوارم زندگی میکنم. ها راستی اگر من بمرم باز تو دیگه آرسی میکنی؟ نه دیوانه مام کت خوار تو زندگی میکنم. پشتی ها میروی کوزم بشانن نگار جان زاری زاری، گمانم فیروزی مستانه داری ندارم میلیاری. اگر می بچه خارجی می بود ویدیو رو لایک میکردن نه، اگر می بچه آمریکایی می بود ویدیو رو لایک میکردن نه، اما شما این ویدیو رو لایک نمیکنین. چرا لایک نمیکنین؟ چون ما افغان هستیم، مادرک ما خون افغانی است. زنده باد افغانستان. ببخشی بیادر جان بیرون برآمدن در ترکیه زیر سن 20 ممنوع شده، خودت چطور بیرون هستی؟ بیادر ما کسیم افغان هستیم و یک شارک افغانی داریم، ترس از کرونا نداریم ما. خب گل بری مامان برو بیرون، کار نداری؟ نه بخیر بری. اوکی بخیر بشی، خدافظ. صبر بچیم. همین ماسک بزن که امروز اعلام شد به تلویزیون افغانستانی مریضی کرونا و افغانستان آماده. خب مواظب خوب بشی، دستم خودی هیچ کس نمیدی بفهمیدی، روبوسی هم خودی هیچ احد ناسی نمیکنی بفهمیدی. مواظب خوب بشی. خدا پشت و پناهتو. خدا حافظ. با بیلای مریضی به افغانستان آمد. سلام آمدم. دستا خوب شوشتی؟ نه چرا؟ بده برو دستا خوب شور که از صبح تلویزیون اعلام میکنه این مریضی به افغانستان آمد. شوخی با بیلا مردم از آن چیکار بکنن؟ دوستان عزیز تا میتونین از مواد ضد عفونی کننده استفاده کنین. دستا خور همیشه دم به دم بشورین به جاهای زیاد عمومی. جوانای هزار زنده باشد، تمامی دشمن و شرمنده باشد، تمامی دشمن و شرمنده باشد. سجاد حالا تو در هالند هستی یا در افغانستان هستی؟ من نشرمون که از لباسای صحیح ما لباسای سکسی بپوش. زبیر ما افغان هستم، فخر میکنم در کالای خود، با آنکه کل دنیا بفهمد ما افغان هستم. پدر نماز میخوام. پدر از جیبت یک چند روپیه گرفتم خبر باشی گفتم. ماشاءالله لا اله الا الله. پدرم کلی موترتم گرفتم. هیپت پدرتم.
و بله دوست عزیز، با گزارش امروز که درباره کرونا است با ما همراه باشین. بیاین. ببخشین بیادر. بله. درباره کرونا خودت چی نظر داری؟ والا در کشور ما هم کرونا آمد بالاخره. والاقی که کرونا پیش است ما قدر درس خود پیش نبودیم. میگه از دوست دخترتان دور باشین. من از دوست دختر ندارم. گفتنی خودت به کرونا چیز بیادر؟ ای کرونا، تو هم مثل مال چین بدل هستی. در کشور افغانستان آن تن نمیتی. یه بخانه دانت زیاد صفایی میخوندی یو؟ بخیر نه مردی بخیر نه مردم پیش از اینکه بزنی سر تا دواش فکر کنی. چه رقم فیلم باشد خوب ترسیدم. لا اله الا الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله. محب جان ازت یک سوال دارم. جان بگو. کسی که خوشی خود زیر پای کرده و بر تو خوشی داده کی است؟ مادر. دل و جان بادا فدایت مادرم، مادری خوبم و قربان سر پایت مادرم، مادری خوبم. Dura, que está dura, mano arriba porque tú te ves bien. Atura, manarara para que te veas que ara. دخترای ما مسئله است والا گم مشکل او بیا. چی شد لالا؟ چی نفری ملایم کرد بابا. تو چی گفتیش باز؟ گفتم که کم بودی تا رفیقایم پورا اوه تایت است. سلام دوستای بو یک چند نفر پیدا شدن در تیک تاک دو بازی قوم و قوم پرستی رنگ داختن. از برای خدا از لحاظ خدا شرم کنین یک ذره. کاش که خرد باشین کلان آدما و شما رو میبینم بی خیران میمونم میشرموندم. تیک تاک نسل آینده است، تفلاس خورداست. از ما و شما چی یاد بگیرید؟ از برای خدا نکنین. چهار اطراف خدا سعی کنین حداقلش از مردم یاد بگیرید. نمیبینید ترکیه 35 نفر در سوریه کشته شد. چیال غلطید مردم چیال انداخت. تمام مسجدها دعا بود به شهیدایشون. چقدر که دیگه خود دوست دارن. مرزا آغاز شد بسته شد به خاطر همون 4 نفر شهید. دیوانه شدن قریب. چیال انداختن کلشون که دیگه خود دوست دارن. اینترنت ها قطع شده بود. باز ما افغانا چی میگیم؟ والا 35 نفر در ترکیه کشته شد. مردم دیوانه شد. اگه در افغانستان از هزاران نفر بمیره کس در غمش نیست. کی در غمش نیست؟ ما و تو در غمش نیستیم، تو در غمش نیستی، ما در غمش نیستم. مردم اون رقمه که دیگه خود دوست داره. خب ما و توستیم که در کله که دیگه خود میزنیم. تاجیک گفته، پشتون گفته، هیچ عقل ندارین بچه‌ش. شرم است، بلیاز خدا شرم است. پایسا تو چرا ماری دوست نداری ها؟ چرا همیشه در جیبای مردم و در بانک‌ها چکر میزنی ها؟ اونا تو را دوست ندارن، قدری تو را نمیفهمن، تو را میفروشن. تو یک دفعه پیش ما بیا قدر دوست داشته باشیم که شوهر زن خود دوست نداشته باشه. ما هیچ وقت تو را نمیفروشم. از تو بالش جور میکنم، شبا زیر سر خود میمونم، خام میشم. لطفا پیش ما بیا. چرا مرا دوست نداری؟ در تیک تاک با دختر یک ویدیو انداختم. داو زدن و بلاک کردن و نصیحت کردن شروع شد. شما را بازنده کسی بازی نکنم. ما بازندگی هیچ کسی بازی نکردیم و بازی نمیکنم به خاطر که خودم هم خواهر دارم، مادر دارم، ناموس دارم. بخصوص دختری که سر خود روی شانه های ما بونه، با من اعتماد کنه، به هیچ وجه وجدان ما اجازه را نمیده که ما با نظر بد طرف از سعی کنم. شما را دو دختر خود چرا دمی کامرا میاره؟ ناموس است. ما خواهر خود، مادر خود یا دو دختر خود با دمی کامرا نوردن یا به خانه بسته کردن ناموس خود دفاع نمیکنم، چون اونها هم انسان هستن، با آزادی نیاز دارن. ها دمی کامرا میارم اما مثل یک مرد پشتش ایستاد میباشم، میکشم و چشم میره که طرفش چپ سعی کنم. من ناموس خود رقم دفاع میکنم. چرا ما افغان و دختر یا پسر افغان با هم دیدن نمیتونیم؟ یا دختر یا پسر افغان انسان نیستن یا حق ندارن زندگی کنن؟ نه هیچ گپی نیست. نه عاشق کسی هستم، نه دوست پسر کسی هستم، نه کسی را دوست دارم. فقط روز پزر بود، آفتابی بود، خواستم بیرون برم، او هم دوستیم بود، او هم میخواست بیرون بره، پس خواستیم با هم ملاقات کنیم. اینه بقیه کجای زیرات داره؟ پس لطفا فکرای کنی خود دور بندازین، سر از روز یک زندگی نو شروع کنین. هم با خدا باشین، هم با بنده باشین. با خدا بودن یعنی عبادت کردن، با بنده بودن یعنی خیانت نکردن. والا مردم روز به روز خوب شده میره، ما خراب شده میرم. خو خیر بگذاریم. دوستا یک پیام داشتم دمو کسایی که در ترکیه بیکار هستین، کاری میخواین که 5000 معاش داشته باشه، در هفته دو روز رخصتی داشته باشه، سری وقت خود برین، سری وقت خود برگردین، یعنی کارش آسان باشه، صفا باشه. اگه یک کار میخواین پس لطفا مرا پیدا کنین که یک جای پشتش بگردیم، به خاطری که من بیکار هستم. سلام بشیر جان. یک دقیقه لالا جان، بسیار زیاد میبخشید. اسمی که میفهمی دیگه کرونا است.
حالا چرا دستم؟ از بیرون آمدی لالا جان. چیکار داری؟ یک دقیقه. بخشش باشه لالا جانم. بسیار زیاد میبخشید. سلامت باش قربانت. بفرما خوش آمدی. خوش باشی. سلامت. واقعا یک سوال داشتم از شما. عجیبم نیه. خود من به جواب برسیدم. تا حال بدیدین کسی که از تو متنفر باشه، وضعی از تو بیتر باشه و یا اوضاع از تو بیتر باشه؟ مکه ندیدم. بسیار خوب. همین دخترتون چیکار میکنه؟ دختر فیلم شده. در والا. ویدیو شده تیک توک ندیدی؟ او بشک. بچه تو چیکار میکنه؟ بچه مسخره است. چقدر وقت شده که رفته؟ یک هفته است که پابجی رو دانلود کرده.